بسم الله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه. با سلام خدمت همه شما بینندگان محترم که از هر جای دنیا بیننده برنامه سیمای بلوچستان هستید. امروز 15 تیر ماه 1401 برابر با 7 ذوالحجه 1443 و 6 ژوئیه 2022. من محمد عمر ملازعی و در یک ساعت پیشرو به عنوان مجری برنامه سیمای بلوچستان در خدمت شما بینندگان محترم هستم. برنامه سیمای بلوچستان به مشکلات بلوچستان، به تبعیض‌هایی که در بلوچستان، تبعیض‌های سیستماتیکی که در این استان وجود دارد می‌پردازد. مشکلاتی که مردم بلوچستان، ملت بلوچ چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب دارند با آن دست و پنجه نرم می‌کنند. مشکلاتی که هدفدار در بلوچستان در واقع داره اجرا میشه. هدفدار افرادی به خاطر این که تقرباً الی الله به خدا نزدیک بشن قلب سوخت بران بلوچ را نشانه میگیرند و روزانه میبینیم خانواده هایی در بلوچستان داغدار میشن. تنها مشکل این نیست، مشکلات مختلفی ما در بلوچستان داریم که همه آنها برمیگرده به بیکفایتی مسئولین و اینکه هدفدار و قصداً میخواهند این مشکلات در بلوچستان روز به روز اضافه بشه. موضوعی که انتخاب کردیم بلوچستان در یک هفته گذشته است. پیش از این که من مهمانان رو معرفی کنم، رویدادهای هفته گذشته بلوچستان و سیستان آماده هست. با هم رویدادهای هفته گذشته بلوچستان و سیستان را میبینیم. باز من خدمت شما بینندگان محترم به همراه مهمانان عزیزی که در این برنامه مرا همراهی میکنن برمیگردم. مولانا فضل الرحمن کوهی امام جمعه پشامک از زندان مشهد به مرخصی 3 روزه اعزام شد و طبق گزارش‌های رسیده باید روز پنجشنبه 16 تیر ماه 2 روز قبل از عید قربان به زندان بازگردد. به گزارش شبکه جهانی کلمه پس از انتقاد حافظ عبدالغفار نقشبندی از تیراندازی نیروهای انتظامی در وسط شهر راسک، نیروهای نظامی و مأموران وزارت اطلاعات با 3 خودروی نیرو به منزل وی یورش بردند. لازم به ذکر است که حافظ عبدالغفار نقشبندی از علمای جوان و مردمی بلوچستان است که بارها از مسئولین و نیروهای انتظامی انتقاد کرده است. به گزارش رسانه‌ای خانواده 2 زندانی سیاسی عقیدتی بلوچ محکوم به اعدام با نام‌های امان الله بلوچی و عبدالرحیم کوهی که در زندان مرکزی زاهدان محبوس هستند، با نگارش نامه‌ای خطاب به محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه ایران خواستار رسیدگی و رفع محدودیت‌های فراقانونی اعمال شده توسط مسئولان زندان و دستگاه‌های امنیتی شهرستان زاهدان علیه این 2 زندانی شدند. در پی بیکفایتی مسئولین در عدم ساماندهی هوتک‌ها، یک کودک دیگر در منطقه دشتیاری بلوچستان غرق شده و جان خود را از دست داد. در همین حال مسئول ایمنسازی هوتک‌های چابهار مدعی شده است که ساماندهی هوتک‌ها وظیفه دولت نیست. به گزارش کمپین فعالین بلوچ، یک راننده بولدوزر به نام غلام رسول ایران دوست اهل روستای مینان از توابع شهرستان سرباز به دلیل فقدان ایمنی کار در کارخانه سیمان شهرستان راسک جان باخت. 2 کودک بلوچ اهل روستای اسلام آباد به نامهای معین الدین رسولی فرزند جلال و یوسف ایران پناه فرزند عبدالملک
در رودخانه سرباز غرق شده و جان خود را از دست دادند. در خبری دیگر 2 کودک خردسال بلوچ به نامهای فرشید امیریان 8 ساله فرزند محمد نور و نیما امیریان 10 ساله فرزند احمد در بخش بمپشت از توابع شهرستان سراوان در یک بند خاکی غرق شده و جان باختند. یک زندانی بلوچ به نام رحمت والی نژاد فرزند احمد اهل استان گیلان در زندان زابل اعدام شد. بر اثر آتش گرفتن و انفجار یک دستگاه خودروی تویوتا وانت 2000 در روستای آسپیچ شهرستان سراوان 3 سوختبر بلوچ کشته شدند. همچنین گزارش شده است که یک سوختبر بلوچ به نام عثمان نارویی فرزند پیری پس از 2 روز بستری در بیمارستان میناب جان خود را از دست داد. یک شهروند بلوچ به نام بهزاد دامنی فرزند شاهنور سرباز وظیفه راهنمایی و رانندگی و اهل ایران شهر با تیراندازی نیروهای یگان امداد در شهر ایران شهر کشته شد. 2 سوختبر بلوچ با تعقیب و گریز نیروهای نظامی پاسگاه سهل‌آباد شهرستان نهبندان بر اثر واژگونی خودرو کشته و زخمی شدند. به دنبال واژگونی خودروی پاسگاه روستای تنگ از توابع شهرستان چابهار در محور گوردیم 1 نفر کشته و 3 نفر دیگر مصدوم شدند. به گزارش هالوش 3 شهروند بلوچ و فارس از جمله یک نوجوان 18 ساله توسط نیروهای لباس شخصی در روستای کلگان از توابع شهرستان سراوان در محل کار خود بازداشت شد. بر اثر تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی به خودروی تریلر حامل بار گازوئیل و انفجار خودرو در محور خاش 2 نفر کشته شدند. و به گزارش سازمان حقوق بشر ایران طی 6 ماه نخست سال جاری میلادی 73 شهروند بلوچ شامل 6 زن و 67 مرد در زندان‌های مختلف ایران اعدام شدند. با سلامی مجدد خدمت شما بینندگان محترم. شما بیننده برنامه سیمای بلوچستان هستید و موضوع برنامه هست بلوچستان در 1 هفته گذشته. مهمانان این برنامه که در این برنامه بنده را همراهی می کنند جناب آقای عبدالله عارف هستند، مدیر کمپین فعالین بلوچ، جناب آقای بهرام خان میرلاشاری هستند، فعال سیاسی مدنی بلوچ، و جناب آقای محمد کدخدایی از اعضای حزب مردم بلوچستان. من خدمت هر 3 مهمان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم. خیلی خوش آمدید به برنامه سیمای بلوچستان. اگه موافق باشید من میخوام برنامه را با جناب آقای عبدالله عارف شروع کنم. جناب آقای عبدالله عارف، در گزارش های هفته گذشته داشتیم که ماموران پس از انتقاد حافظ عبدالغفار نقشبندی از نیروی انتظامی که انتقاد کرده بودند که داخل شهر دارند تیراندازی میکنند در حالی که این خلاف قانون است، ماموران به جای اینکه رسیدگی کنند به منزل حافظ عبدالغفار نقشبندی یورش بردند، به جای انتقادهای دلسوزانه‌ای که جواب داده بشه و خودشون را اصلاح کنند، چرا نیروی انتظامی چنین اعمالی را انجام میده و واکنش این چنینی نشان میده که با 3 خودرو نیرو به منزل حافظ عبدالغفار نقشبندی در واقع یورش برده؟ با عرض سلام خدمت بینندگان عزیز سیمای بلوچستان و همچنین مهمانان گرامی جناب کدخدایی و جناب حاج میرلاشاری. حقیقتش این مسئله رو باید ما عرض بکنیم. جمهوری اسلامی ایران در طول این 40 سال هیچ وقت به اصطلاح به حرف
دلسوزان یا به حرف کسانی که وضعیت بودن گوش نداده است، بلکه تمامی شواهد و دلایل نشون میده جمهوری اسلامی هر مصلح یا هر مردمی که از حق مردم دفاع کرده اونها رو به شدت سرکوب کرده یا اعدام کرده یا به روشی هم ترور کرده و حتی این ترورها در داخل هم انجام نمیده بلکه در خارج از کشور اونها ترور کرده است. با این یورشی که ماموران نیروی انتظامی به خونه مولوی عبدالغفار واقعا میخواستن پیام برسونن، اینه که در واقع میخواستن مولوی رو بترسونن یه جوری و بگن که اگر تو دوباره انتقاد بکنی ما تو رو دستگیر خواهیم کرد. حالا این فقط یک یورش کوچیکی بوده، یعنی اینکه جناب مولوی تو ساکت باش، حق اعتراض نداری، حق این که از حق مردم دفاع بکنی نداری، از این تریبونی که در دست شما هست برای مردم استفاده بکنی. و همچنین مأموران میخوان ببینن که مردم چه کار خواهند کرد، یعنی اگر مردم هیچ گونه واکنشی نشان ندن در مورد این کاری که انجام شده، اگر واکنش نشان ندن یا دفعه بعدتر حتما رو دوباره دستگیر خواهند کرد، چون میبینن که مردم ساکت شدن. نیروها از یه طرفی میترسن، اطلاعات و غیره میترسن که شاید مردم اعتراض کنن و به خیابانا بریزن. با یورش های به اصطلاح ظاهرا یورش میبره به خون کنه، میخواد یه جوری به اصطلاح این موضوع رو عادی جلوه بده تا بعدا مولوی رو دستگیر کنن که برای مردم عادی شده باشه. برای همین من میگم مردم باید از مولوی دفاع بکنن، حداقل از کسی که حرف میزنه از حق حقوقشون دفاع میکنه دفاع کنن و ساکت نشینن. به همین خاطر ما میبینیم که نه تنها منتقد، حتی جمهوری اسلامی حرف دلسوزان رو هم گوش نمیده. کسانی که دلسوزی دارن در منطقه بالاخره در داخل هستن، شاید ما از خارج انتقاد میکنیم ولی کسانی در داخل هستن سوزانه دارن پیشنهاد میدن، جمهوری اسلامی هیچ توجهی به اونها نمیکنه. برای جمهوری اسلامی فقط سیاست های خودش مهمه. کسی که خارج از لاین جمهوری اسلامی ایران حرف بزنه، هر چند جایگاه بزرگی داشته باشه، با اونا با شدت برخورد خواهد کرد. به همین خاطر دیدیم وقتی که مولوی فقط یک در واقع در مورد حقی که حق هر شهروندیه، این که مولوی چیز خاصی نگفته، بر علیه دولت هم حرف نزده، از در مورد حقوق طبیعی هر شهروندی که در شهرستان‌های دیگه دارن، خاصه در بلوچستان بلوچا هم این حق داشته باشن حرف زده کنند. حالا برخورد ناشایست، تهدید آمیز و یورش به خونه و تفتیش که در آخر حتما منجر به دستگیری اون خواهد شد، همونجوری که کوهی دستگیر شد و همچنین فعالان دیگری هم که فعالان اجتماعی دیگری که بازداشت شدند و زندان شدند و اعدام شدند، که در نهایت برخورد جمهوری اسلامی این خواهد بود. بسیار ممنون و متشکر. بسیاری از بینندگان دارن پیام میدن، به شماره واتساپ زیرنویس هست، میتونید در موضوع برنامه پیام بدید. یکی از دوستان تشکر کرده از برنامه از افغانستان هستند و یکی دیگر از دوستان هم تشکر کرده از برنامه و گفته که ما شناسنامه نداریم و در مورد بیشناسنامه ها هم صحبت کنید و یکی موضوعاتی که خیلی مهم هست و باید صحبت بشه و باید یک موضوع کامل در موردش بریم، واقعا همین موضوع بیشناسنامه هست. جناب آقای کدخدایی، ما در 6 ماه نخست سال میلادی گزارشی که منتشر شده، البته این تنها گزارش هایی که بیرون درج کرده و ثبت شده، 73 نفر از شهروندان بلوچ اعدام شدند. همانطور که ذکر کردن این تنها آماریه که ثبت شده و آمار واقعی بدون شک بیشتر از این است. و اگر این آمار را ما نگاه کنیم نسبت به سال قبل این آمار 2 برابر شده و نسبت به کل اعدام هایی که در کشور داشتیم، در کل کشور ایران 27% اعدام های کل کشور را شهروندان بلوچ دارند تشکیل میدهند. متاسفانه این یک قتل عام نیست و واقعا نمیخواهند که بلوچ ها را قتل عام کنند. به چه اهدافی رژیم موسوم به جمهوری اسلامی این کارها را انجام میده؟ با سلام و درود به بینندگان سیمای آزادی و همچنین
بینندگان سیمای بلوچستان و همچنین مهمانان گرامی. ببین، قتل عام زندانیان در ایران از دهه 60 شروع شد که تعداد زیادی از زندانیان ها اعدام کردند، اما بعدا متوقف شد در بقیه نقاط ایران. اما در بلوچستان هیچ موقع اعدام زندانیان متوقف نشده. یعنی در طول این 44 سال عمر جمهوری اسلامی ما همیشه اعدام ها در بلوچستان ادامه داشته و اعدام های اخیر هم دقیقاً اگر بهشون نگاه کنید به خاطری که اعتراضاتی که در بقیه نقاط ایران شده و از ترس اینکه نباید در بلوچستان اعتراض صورت بگیره و شروع کردن به قتل عام زندانیان بلوچ، چون به خاطر اینکه از ترس، با وجودی که مردم بلوچ به خیابان‌ها نیامدن ولی ترسیدن از اینکه ممکنه مردم بلوچستان به خیابان‌ها بیان و جریانی مثل سراوان شروع بشه، چون آمدن مردم بلوچ به خیابان‌ها با آمدن مردمی که در بقیه نقاط ایران ممکنه فرق بکنه. در واقع ما شاهدش بودیم زمانی که در سراوان اعتراض کردن، حمله مردم به طرف مراکز حکومت بود، یعنی فرمانداری و پاسگاه‌ها و نیروهای انتظامی در این دار دسته بود و از این ترسی که رژیم از تظاهرات مردم بلوچ داره شروع کرد به قتل عام زندانیان بلوچ در بلوچستان و بقیه زندانی‌هایی که در ایران هستن که یه رعب و وحشتی رو در بین مردم به وجود بیاورد. این یک دلیلی میتونه باشه. دلیل دیگر دشمنی خاص این رژیم با مردم بلوچ هست، به خاطر بلوچ بودن و سنی بودن هست که این کینه این نظام هست نسبت به مردم بلوچ. ما شاهدش اعدام‌های انتقام جویانه بودیم و هستیم و دقیقاً زندانیایی که در بلوچستان یا زندان بلوچی که دارن اعدام میشن، با وجود اینکه یک غیر بلوچ با همین جرمی که به عنوان مواد مخدر هست که طبق قانون خودشون این را کلاً لغو کردن، ولی در رابطه با مردم بلوچ این قانون هنوز هم معتبر نیست. یعنی بلوچ‌ها را اعدام میکنن، غیر بلوچ‌ها رو در واقع جرمشون رو تخفیف میدن، اعدام نمیکنن. ولی چون این دشمنی خاصی که این نظام، این سیستم با مردم بلوچستان دارد و به طور خاص با توجه به شرایطی که ما داریم در بلوچستان، شرایطی که مردم بلوچ دارند، ترس رژیم از این منطقه، از بلوچستان و کردستان بیشتر از بقیه نقاط ایران هست و در دو منطقه ما، این دو منطقه جغرافیایی ایران یعنی کردستان و بلوچستان، اعدام‌ها هیچ موقع متوقف نشدند و هنوز هم ادامه دارند و در واقع بقیه رسانه‌های فارسی زبان یا کسانی که صاحب رسانه هستند چندان اعتراضی هم، چندان توجهی به این اعدام‌ها نمی‌کنند و گویا در بعضی موارد همگام و همراه با این نظام هستند و ما هرچی صدایمون رو بلند کردیم ولی متاسفانه انعکاس اعدام‌ها در بلوچستان خیلی پایین بوده و خیلی پایین هست و رژیم هیچ گونه در واقع بهایی نسبت به اعدام مردم بلوچ پرداخت نمی‌کنه، چون همراهی این رسانه‌های بزرگ فارسی زبان همراه مردم نیستند در واقع در این زمینه. بسیار ممنون و متشکر. یکی از بینندگان محترم نوشته که حافظ عبدالغفار نقشبندی خط قرمز ماست و اگر چون این کاری بکنند و حافظ را بازداشت بکنند یا کاری بکنند، از سرحد تا چابهار، خاش و همه مناطق بلوچستان بدون شک قیام میکنند. و یکی دیگر از بینندگان هم برای ما نوشته که یک قتل عامی در بلوچستان دارد صورت میگیرد، به بهانه‌های مختلف بلوچ‌ها را دارند میکشند، چه به بهانه سوختبری باشد و چه به بهانه مواد یا کارهای دیگه اونها را اعدام میکنند. جناب آقای میرلاشاری، ما در خبرها داشتیم که مولانا فضل الرحمن کوهی بهش 3 روز مرخصی دادن و اگر توجه کنیم 1 روز مسیر اومدنش از مشهد به بلوچستان هست
و یک روزش هم از بلوچستان باید بره به مشهد، 2 روز به رفت برگشتش تموم میشه و فقط 1 روز مرخصی بهش براش میمونه. این در حالی هست که 7 ماه پیش طبق قانون خود جمهوری به اصطلاح اسلامی ایران باید بهش آزادی مشروط میدادند که سند بگذارند و مولانا کوهی باید آزاد بشه و تا زمانی که این زمانی که بهش دادن حکم دادن این وقتش که تموم بشه سند هم آزاد میشه. اما میبینیم نه تنها این که به مولانا فضل الرحمن کوهی آزادی مشروط و مقید ندادن، حتی همین مرخصی های چند روزهش هم میبینیم که بهش نمیدن، باید بهشون التماس کرد دوستانی برند اونجا صحبت کنن طبق اونطوری که اونایی که مال خودشون هستن در زندان هستن به اونها مرخصی میدن، مرخصی نمیدن. حالا هم مولانا کوهی 3 روز بهش مرخصی دادن، باید روز پنجشنبه یعنی 2 روز درست قبل از عید باید برگرده به زندان. در این مورد من توضیحات شما رو میشنوم. من سلام عرض کنم خدمت شما و بینندگان محترم و مهمانان عزیز و گرامی. عرض کنم خدمت شما مسئله مولانا کوهی یه مسئله است که والا مردم همش من فکر کنم نه ما شاید تمام دنیا هم روی این مسئله سرگردان. آخه چرا؟ اولا مولانا کوهی هیچ جرمی را مرتکب نشده قانونی، بدون شک اونطوری که قانون خود جمهوری اسلامیه باید یه شخصی به یه جرمی مرتکب بشه بعد ایشون رو یا زندانش میکنن یا به قول معروف جریمهش میکنن یا اعدامش میکنن. ولی ما مولانا کوهی بغیر از اینکه حقگوی ایشون در مقابل حکومت و به حساب گفتن به حساب تو بلندگوی ایشون فقط حرف از حق و حقوق مردم روی بوده، در غیر این صورت مرتکب هیچ گناهی نشده. ایشون گفتند که آقا شما نکشید، نزنید، مردم نون میخوان، مردم آب میخوان، مردم جاده میخوان، مردم از کنم آسایش میخوان. حالا اون گذشته، وقتی که اینو بردند به زندان تا حالا کجای شما دیدی در دنیا یه قانونی رو خود دولت تصویب بکنه و همون قانون خود دولت به هم بزنه یا فرض فرمایید طبق اون قانون رفتار نکنه؟ تا حالا هیچ جای دنیا همچین چیزی نیست بغیر از ایران. اون هم فقط تو سیستان و بلوچستان که همیشه میخواد با همون صورتی که دلشون میخواد ظلم بکنند، با همون صورت میخواد که بلوچو به قول معروف خردش کنند، بلوچو از همه چیز دور نگه دارن، فقط هدفشون همینه. والله حالا گذشته جناب مولوی مرتکب جرم شده ولی بعد از زندان به قول فرمایش خود حضرت علی ایشون قرار بود 7 ماه پیش با قید ضمانت آزاد بشه، قانونی بره دنبال کارش تا بعداً پرونده یواش یواش تا به جای برسه. کار نداریم، حالا که آزادش نکردم و همین مرخصی که میدن، مگه این مرخصی تو خود قانون جمهوری اسلامی نیست که یه شخصی رو ظرف به حساب 3 ماه 4 ماه بیشتر کمتر یه تعدادی به حساب یه مدتی برای مرخصی ایشون رو اجازه میدن، حالا 5 روز 6 روز بیشتر کمتر. ایشون به غیر از استانهای دیگه سیستان و بلوچستان که یه مولوی رو از مشهد 3 روز مرخصی میدن و اونم میدونند که این ایام عید است، ایامی است که به حساب هر کس میخواد پیش زن و بچهش باشه، پیش خانوادهش باشه، تو منطقهش باشه. به قول معروف ایشون فامیل داره، دوست داره، آشنا داره. تو این مراسم عید باید بیان باش سلام علیکی داشته باشن. مدتی است که ایشون زندان بوده، بالاخره دیداری تازه باشه، ولی برعکس حاضر نیستن هم این شخص محترم اجازه بدن که 3 روز مرخصی بهش میدن. همونطوری که جناب عالی فرمودی 1 روز از مشهد به بلوچستان، 1 روز هم از بلوچستان به مشهد، 1 روز، یعنی فقط بیاد همون به حساب دهاتی که ایشون هسته به قول معروف یه دستی بالا کنی، یه سلامی و خداحافظی. آخه این غیر قانونی است. این هیچ جای دنیا همچه قانونی وجود نداره، فقط ایرانه. اون هم فقط صرفا این قانونا رو برای مخصوص بلوچستان داره این قانونا رو پایه‌ریزی میکنه. ولی اگر نه ایشون چه گناهی کرده، چه
مرتکب چه جرمی شده که تا این حد به این ظلم باید بشه. ما که والله ما نمیریم حداقل به مردم روشن کند که آقا ایشون این جرمو داره، ما به این حساب مرخصی بهش نمیدیم. خب ندید مرخصی، اگر میدید مرخصی پس مرخصی که میدید طبق همون قانون باید رعایت بکنید، همونطوری که خودتون عمل میکنید، میگی یه هفته مرخصی، خب یه هفته مرخصی بدید. من قبلا هم اون مرخصی که یه سری دیگه هم مولوی صاحب آمده بود هنوز به نظرم 4 روز 5 روز از مرخصیش مونده بود که ایشون رو اظهار کردند که خود تو به زندان مشهد معرفی کن. آخه این من تعجب میکنم این در کجای دنیا همچه چیزی هست، در کجای دنیا همچه قانونی هست که ایران داره عمل میکنه، اون مخصوص بلوچستان. بسیار ممنون و متشکر. جناب آقای میرلاشاری یکی از بینندگان برای ما پیام داده، نهتانی هستند از زاهدان. میگه سلام، خسته نباشید، عرضم به حضورتون من 8 سال تو ایران زندان بودم و تو این 8 سال فقط برادران اهل سنت اعدام شدند. من یک نفر ندیدم از شیعان خودشون که آن را اعدام کنند. این دوستیه که در زندان بوده، خاطرات خودش را از زندان داره میگه. و یکی دیگر هم در مورد بلوچستان میگه بلوچستان را اینها مثل کشوری که اشغال کردن، سرزمینی که اشغال کردن دارن اداره میکنند و ظلمهای زیادی مرتکب میشن علیه مردم بلوچ. و یکی دیگر از بینندگان هم تشکر کرده از برنامه. و یکی دیگر از بینندگان محترم هم نوشته که حافظ عبدالغفار نقشبندی اگر دستور بدهند ما جان خودمون را برای حافظ عبدالغفار فدا میکنیم و فکر نکند دولت که حافظ عبدالغفار نقشبندی تنهاست. خب برگردیم به موضوع برنامه و بعد از این هم پیام هایی که شما بینندگان محترم بدید حتما البته اگر متعلق به برنامه باشند ما تلاش میکنیم که پیام های شما بینندگان محترم را بخونیم. جناب آقای عبدالله عارف الان نزدیک به 1.5 ماه هست که 2 تا از زندانیان سیاسی مذهبی بلوچ، مولوی امان الله بلوچی و حافظ عبدالرحیم کوهی، هیچ تماسی با خانواده خودشون ندارند و اونها را از زندان مرکزی که در زندان بودن از بندشون کشیدن و به یک جایی بردن که شبیه به تک سلولاست و زیر شکنجه هستند. حالا خانوادهش هم همین هفته یک نامه‌ای نوشته بودن برای آقای اژه‌ای رئیس قوه قضاییه که به داد ما برسید، اما میبینیم که نه جوابی از رئیس قوه قضاییه رسیده و نه این که 2 تن از، همانطور که خودتون هم میدونید که زمانی که 2 تن از فراری ها که خارج از کشور بودند و مخالفین نظام بودند، رژیم گفت که اینا بیان خودشون را معرفی کنند داخل کشور، ما حکم اعدام آنها را، این 2 زندانی سیاسی مذهبی بلوچ را لغو میکنیم. حالا دیدیم نه تنها حکمشون لغو نشد و نه تنها این که آزاد نشدن، الان دیدیم که تقریبا 45 روز یا بیشتر از 45 روزه است که اینا هیچ تماسی با خانواده خودشون ندارن و این باعث نگرانی خانوادهشون شده. در این مورد توضیحات شما رو میشنویم. بله، قبل که به این مورد دازم به اون بیننده های عزیز که گفتند مولوی عبدالغفار خط قرمز است یا جان فدای مولوی عبدالغفار هستش، من میخوام این نکته رو یادآوری بکنم. شهروندان عزیز بلوچ میتونن از راه‌های مختلف از مولوی عبدالغفار و از فعالهای دیگه، فعالهایی که در مورد حقوق بلوچ‌ها حرف میزنن یا دفاع میکنن، از اونا رو حمایت کنند. اینا میتونن در واقع منتظر نباشن که بلای سر عبدالغفار بیاد تا واکنش نشان بدهند. میتونن تجمع‌های مسالمت آمیزی برگزار جلوی فرمانداری یا جلوی وزارت اطلاعات، کمپین هایی در سوشیال میدیا، در اینستاگرام و توییتر و یا واتساپ راه بندازن. خب وقتی که دولت به طبیعت حال حجم این به اصطلاح حداقل ازش میاد، نه اینکه ساکت بشینن تا مشکلی پیش بیاد. در مورد این 2 تا مولوی از زندانی سیاسی، در واقع اینا گروگان هستند، گروگانی گرفته شدند توسط جمهوری اسلامی هم تا یه سری کسایی از خارج برگردند. خب اگر ما هم اعدام‌های جمهوری اسلامی رو ببینیم، خیلی از تهمت‌های تلفیقی هست که به زندانیان زده شدند و اعدام شدند
هیچ وقت مرتکب جرم و جنایتی نشده اند. خب امان الله و همچنین اینا در واقع قربانی خود جمهوری اسلامی هستن که اینا رو گروگان گرفته و مشکل اینا رو حل نکرده، با اینکه خانواده همکاری کردند. برای همین ما میگیم که وعده های مامورین یا وعده های وزارت اطلاعات و بالاخره زندان، هر ارگانی که مستقیم در این مسائل دست داره، وعده های دروغ، وعده های شهروندان بلوچ میدن تا ساکت بشن، تا خانواده اعتراض نکنن. خانواده های دو تا مولوی رو میترسونن اگر حرفی زدید ما اعدامشون میکنیم، با اینکه قول آزادی داده بودند. خیلی از جوانای بلوچ ما همچنین که اعدام شدند، در واقع خانواده هاشون اولا وعده داده شده بودند که اگر حرف نزنید ما بچه‌های شما آزاد میشن. بعدن تهدید کردن اگر حرف زدید ما کسی دیگه رو میاریم اعدام میکنیم. این سیستم جمهوری اسلامی ایران این رفتار رو با زندانیان بلوچ داره، تا بیگناه به خاطر کسای دیگه گروگان گرفته شده بودن تا اونا برگردن. ما پیرارسال هم زندانیانی داشتیم به خاطر اینکه اعضای فامیلشون فعالای سیاسی بر علیه جمهوری اسلامی در خارج بودند، اینها اعدام شدند. الان این دو تا مولوی که نزدیک 45 روزه به اصطلاح ممنوع شدن که ارتباطی داشته باشن خانواده‌شون، جهت زیر فشار قرار دادن اونها و زیر فشار قرار دادن خانواده‌هاشون تا به حساب مسائل دیگه هم کوتاه بیان. برادر یکی از اینها که یک فعال اجتماعی، اگر خلیل الله بلوچی یک فعال اجتماعی، فشارهای زیادی بر علیه خلیل الله بلوچی هستش که در واقع که ساکت بشه، با اینکه فعالیت‌هایی که این آقا داره یا کارهایی که این آقا انجام میده به هیچ وجه مخالف جمهوری اسلامی ایران نیست. برای همین ما می‌بینیم این فعالان مدنی در واقع حرف طبیعی که میزنن حق در روشنگری انجام میدن، وضعیت بلوچستان رو دارن روشنگری میکنند. باز هم جمهوری اسلامی تحمل نمیکنه همچه افرادی باشند در بلوچستان که روشنگری بکنند یا حرف بزنند، که به احتیاجی که در مولوی در زندان ها هست، خاطر اینکه بر خانواده اون فشار بیاد. این مسائل چیز طبیعی هست، متاسفانه بر علیه بلوچ ها انجام میگیره، بر علیه زندانیان سیاسی انجام میگیره. اینجا در واقع فعالان بلوچ، فعالان سیاسی در خارج و فعالان به اصطلاح حقوق بشری باید وارد میدان بشن، در اینجا ساکت نشینن، این مسائل رو کاملا رسانه‌ای بکنند. این تنها در یک تلویزیون هم کافی نیست، باید در سطح خیلی وسیع این مسئله رسانه‌ای بشه که چه فشارهای جمهوری اسلامی ایران سر این زندانیان سیاسی داره میاره، در واقع سر این گروگان ها داره میاره، که به خاطر اینکه بر خانواده اونها فشارهایی وارد بکنه. بله. بسیار ممنون و متشکر. به نظر شما آیا نامه‌ای که خانواده ایشون نوشتن، این دو زندانی سیاسی مذهبی بلوچ، آیا از اژه‌ای جوابی میگیرن؟ نه، متاسفانه اژه‌ای اصلا اهمیت نخواهد داد. اژه‌ای خودش در واقع یک جنایتکاری هست که الان رئیس قوه قضاییه شده و اگر در قطعهای زنجیره‌ای اژه‌ای هم دست داشته در اون زمان، خب به طبیعت حال قوه قضاییه جمهوری، ما از رئیس جمهوری اسلامی وقتی که یک قاتلی باشه در دهه 60 جزو به اصطلاح چیز مرگ بوده، خب اژه‌ای کشتن معارضان به اصطلاح یا اینکه فعالان ایرانی دست داشته، به هیچ وجه انتظاری نمی رود که کاری برای این دو زندانی عزیز انجام بده. به هیچ وجه. البته موضوعی که اشاره شده بود اژه‌ای، در واقع یه سری نامه هم در مورد بیشناسنامه ها به اژه‌ای هم داده بودن که این مسئله پیگیری بشه، که اژه‌ای گفته این کار داخل استان به ما ربطی هم نداره، در واقع کار محلی تونه، که نشان میده که اصلا اژه‌ای و مسئولین بلندپایه کشور اصلا هیچ اهمیتی نمیدن به آنچه که در داخل کشور اتفاق میفته. این نکته میخوام عرض بکنم، وضعیت سیستم قضایی در بلوچستان اینجوری هستش که قضات تامل اختیار هستند هر کاری انجام بدن و به هیچ وجه محاسبه نمیشن و از بالا هیچ گونه دستوری هم نمیگیرن که به اصطلاح مانع اونا بشن. اونا اختیارات کاملی دارند و حتی یکی خود من از یک قاضی با گوشه خودم شنیدم، در واقع میگفت
به ما گفتن بیایید بلوچستان اختیارات تام دارید، هیچ کس کنه هر حکمی هم صادر میکنید، هر چیزی هم میگید کسی جلوی شما نمیگیره، برخلاف شهرستان که به اصلاح یعنی مسئولیت دادگاه به اصلاح دیوان عالی کشور اینا دخالت میکنن، مسئولیت کامل دارند. بله همانطور که میبینیم سربازا هم تو اینجا تو بلوچستان میبینیم که بلوچ ها را میکشند و میرند و اتفاقا این سوال بعدی من که از مهمان بعدی میپرسم همینه که میکشند و میرند، هیچ کسی از اونها سوال نمیکنه. یکی از بینندگان محترم برای ما در مورد مولانا فضل الرحمن کوهی نوشته به خدا مولانا کوهی هیچ جرمی مرتکب نشده، فقط به خدا از مردم میخوام که از مولانا حمایت کنند. مولانا پشت میله های زندان هست، فقط برای من و شما و از ما دفاع کرده و اگر مثل روز اول که ما اعتراض کردیم، اعتراض خودمون را چند روز ادامه میدادیم، هرگز تا الان تا اینجا کار نکشیده بود. و یکی دیگر از بینندگان محترم تشکر کرده از شبکه جهانی کلمه و از مولانا فضل الرحمن کوهی و همچنین مولانا حافظ عبدالغفار نقشبندی در این پیام حمایت خودش را اعلام کرده و پیام های دیگری از دوستان عزیز هم اومده که فعلا فرصت نیست که من پیام های بینندگان رو بخونم. جناب آقای کدخدایی، ما هر هفته و حتی روزانه گزارش هایی داریم که بلوچ های سوختبر کشته و زخمی میشن. میبینیم که مستقیم به قلبشون تیراندازی میکنند و آنها را میکشند و هیچ کسی هم جلودار آنها نیست و اگر هم خانواده آنها پیگیری کنند تا الان به نتیجه نرسیدن. در این مورد میخوایم صحبتهای شما را و دیدگاه شما را در این مورد بشنویم. خانواده ها که در داخل که شکایت میکنند که هیچ جایی نمیرسند، حالا چه کار کنند و چه کاری میتوانند انجام بدن در واقع؟ ببین، روی آوردن جوانان بلوچ به سوختبری در واقع از روی ناچاری هست، یعنی از روی اون سیاست هایی که رژیم در بلوچستان داره پیاده میکنه. به این شکلی هست رژیم در واقع بلوچستان رو در حالت تحریم اقتصادی نگه داشته. تمام شریانه های درآمدزایی اقتصادی رو در دست خودش قرار داده و مردم بلوچ را از فعالیت‌های اقتصادی به طور کلی محروم کرده. مرز را کلاً تصرف کرده، بنادر را کلاً تصرف کرده، مناطق کشاورزی را با سدسازی‌های بیروی، نگه داشتن آب پشت سدها، مسئله کشاورزی را کلاً از بین برده. در ادارجات هم از استخدام کارمندان بلوچ کلاً خودداری میکنه به جز افراد خیلی کمی. به طور کلی تمام فعالیت‌های اقتصادی رو در بلوچستان رژیم کنترل میکنه. خرید و فروش و جابجایی کالا را کلاً به عنوان قاچاق کنترل میکنه. افراد را دستگیر و زندانی و محکوم و اعدام میکنه. تمام، یعنی در واقع اگر ما نگاهی بکنیم به وضعیت اقتصادی در بلوچستان با توجه به سیاست‌های فرق‌زدایی که رژیم داره دنبال میکنه، بلوچستان در تحریم یک اقتصادی اعلام نشده از طرف دولت هست، از طرف جمهوری اسلامی ایران هست که هدفش نابودی مردم بلوچ هست. بنابراین جوانانی که به طرف سوختبری روی می آورند هیچ راهی برای امرار معاش ندارند، خودشون رو به آب و آتش میندازند و ما شاهدش هستیم که با توجه به سیاستی که رژیم داره هر روز داره به طرف این سوختبران تیراندازی میکنن و آنها را به قتل میرسانند. تا به حال هیچ پاسخی از طرف نظام یا سیستم قضایی رژیم نسبت به این کشتارها به خانواده ها داده نشده، چون تمام سربازانی که سربازان و نیروی انتظامی که به طرف سوختبران شلیک میکنند اینا مسئولیت دارن، یعنی حق تیراندازی را دارن. یعنی هر نیروی انتظامی در بلوچستان میتونه هر بلوچی را به قتل برسونه بدون اینکه بازخواست بشه و این در واقع اجازه را داره به هر شکلی، یعنی به هر بهانه‌ای، حتی هیچ کاری هم نکرده باشه اگر به قتل برسانه بازخواست نمیشه، چون دست اینا کلاً
باز هست، آزاد است برای کشتن مردم بلوچ. بنابراین هیچ گونه دادخواستی از طرف خانواده ها به هیچ جایی نخواهد رسید. این سیاست کلی رژیم نسبت به مردم بلوچستان هست که ادامه داده و ادامه میدهد با توجه به دشمنی که خاصی نسبت به این منطقه داره. هدفش در واقع نابودی این سرزمین هست، نابودی مردم بلوچ هست، کوچاندن مردم بلوچ از سرزمینشون هست، آواره کردنشون هست، فقر کردنشون هست و به هر شکلی که شده میخواهد مردم بلوچ رو در تضعیف بکنه، از لحاظ اقتصادی، از لحاظ فرهنگی، از لحاظ مذهبی، از هر لحاظ اگه ما در نظر بگیریم کلا سیاست‌های رژیم کلا بر علیه مردم بلوچستان هست و این در واقع قابل قبول نیست برای مردم منطقه و مقاومت کردن و مقاومت میکنن در مقابل طرح‌ها و سیستمایی که رژیم داره انجام میده و برای این اساس که مردم چون تسلیم نشدن در مقابل این نظام و هیچ موقع هم تسلیم نشدن و کشتار بیشتری این نظام در این منطقه انجام میده، به همین شکلی بیشتر هم اعدام میکنه، بیشتر هم مردم را به قتل عام میرسانه، بیشتر مردم را هم در محاصره اقتصادی و فقر و بدبختی و فلاکت نگه میداره. بسیار ممنون و متشکر. یکی از بینندگان از کارواندر برای ما پیام دادن و نوشتن منطقه در خاش، منطقه خاش، بلوچستان خاش، میگه که در روستای کارواندر میگه به علت بارندگی ها چندین خانه تخریب شده و همچنین 900 تا نخل خرما از بین رفته و برنج کاری اونجا هست، برنج و انار هم از بین رفتند، انار که کاشتن مردم. و در این روستا میگه 100 خانوار فقیر وجود داره. ما شکایت کردیم اما شکایت ما به جایی نرسیده. و یکی دیگر از بینندگان هم تشکر کرده از برنامه و همچنین از مهمانان بزرگوار که در این برنامه حضور دارند تشکر کرده. جناب آقای میرلاشاری، ما در اخبار داشتیم که یک کودک بلوچ دیگر در هوتک‌ها در بلوچستان و سیستان در منطقه دشتیاری غرق شد و جان خودش از دست داد متاسفانه. همچنین 4 کودک در سرباز و سراوان، 2 تا در سرباز 2 تا در سراوان هم متاسفانه غرق شدند در رودخانه و جان خودشون را از دست دادند. حالا مسئول ساماندهی هوتک ها، جالب اینه که مسئول ساماندهی هوتک ها در چابهار گفته که ساماندهی هوتک ها وظیفه دولت نیست که این کار را انجام بده. سوال من این است، پس ساماندهی هوتک ها وظیفه چه کسی هست که کاری انجام بدهد، حصارکشی کند طوری که در واقع ما این همه کشته نداشته باشیم؟ من عرض کنم خدمت شما، این شخصی که این پیشنهاد رو کرده که ساماندهی دست دولت نیست، باید خودشون ایشون اگر لطف بکنن بیان این به قول معروف این نگرانی رو برطرف بکنن، بیان این کاری رو انجام بدن که بالاخره دیگه این بچه ها تو هوتک ها غرق نشن. اولا جناب ملاحظه‌ای، ببین اینجا ما تو کشورهای اروپایی زندگی میکنیم. اینجا در هر یک دهاتی اگر حساب کنیم 2 تا 3 تا کمتر بیشتر استخرهای بزرگی رو به وجود آورده، یعنی درست کرده دولت با بهترین امکانات و با بهترین وسایل. ولی با همین حساب هم با اینکه در هر کودکی رو تو برای به حساب استخر میبرند تو استخر که به حساب شنا بکنه یا شنا رو یاد بگیره یا بالاخره 1-2 ساعت تو آب بره و بالاخره برای خودش هم تنوعی هم تفریحیه، با اینکه پدر مادر کودک همراه ایشون هستند، ولی باز هم از طرف دولت در هر استخری 2 نفر 3 نفر آماده واسطادن که خدای نکرده اگر یه مادری به قول معروف به حساب این که بچهش رفت زیر آب و ایشون رفت به حساب نجات بده و نتونست، همون آن اون به حساب که واسطاده مأموره اون باید خودش رو بندازه تو آب و نجات بده هم مادر پدر بچه رو هم بچه رو. و از اون گذشته
ما تو بلوچستان خب درسته تو همشون یاوای راکت هست. اگر ما در همین امکاناتی که تو اروپا، حالا در این حد نه ولی در حد به حساب که بتونن هم استفاده بکنن برای آفتنی و تفریحشون و هم نجات بیابند از مرگ و زندگیشون، بالاخره امکاناتی در اختیار مردم بذارند. و از این گذشته در هر هوتکی جناب ملازی اگر 2 نفر 3 نفر کارگر بذارن اونجا بالای سر اونا، که البته کارگر هم باید به قول معروف آموزش یافته باشه، باید بدونه که کسی اگر تو آب غرق شد اون چطوری نجات بده، بذارن تو هر یه هوتکی بزرگ کوچک داره 2 نفر 3 نفر اونجا مامور بذارن. به این مامورا باید حقوق داده بشه تا بتونن هم امرار معاش زندگی اونا تامین بشه و هم اون کودک از غرق شدن تو هوتک نجات بیابه. این وظیفه دولت است، ولی وظیفه یک انسان، یک بلوچ یا فرض بفرما یک مردم بومی نیست که بره در هوتک ها همچون مسائلی رو به حساب پیاده بکنه که تا ملت ایران به نام ملت ایران به نام ملت جمهوری اسلامی غرق نشه. این وظیفه دولت است، باید این کار رو انجام بده. در هر کجا این دنیا به این صورت هست که نمیخوان به حساب بچه یا طفل یا بزرگسالی غرق بشه، مسلما این تمام امکانات مجهز میکنن. این وظیفه دولت است. یا مثلا در رودخانه ها وقتی که میدونند که فرض فرما در جایی که به حساب مسیر رودخانه هست خطر این هست که به حساب یه نفر بره اونجا غرق بشه، بالاخره باید اینا آمادگی داشته باشند، باید کسی باشه بالا سر اون به حساب جایی که به حساب آب تقریبا ذخیره است که نذارند این مسائل پیش بیاد. ولی این از شخص بلوچ یا هیچ کسی این ساخته نیست که بیاد هوتک و نگهداری بکنه، مگه دولت همه کاری میتونه بکنه. هم میتونه خسار بکشه، فقط یه جا رو باز کنه برای به قول معروف آب بردن، یا مثلا یه جایی رو برای آب حیوانات، چون متاسفانه یا بگیم خوشبختانه ما که آب خوردن نداری، همین آب است که هم حیوان میخوره و هم خود مردم به اون منطقه از همین آب استفاده میکنه، آب آشامیدنی. و مسلما باید امکاناتی داشته باشند که بتونن نجات بیابند. این امکانات فقط دولت ها فراهم میکنن، نه مردم. بسیار دولت ها فراهم ممنون. دیگه. جناب آقای عبدالعارف، در مورد قصورات پزشکی و عدم پذیرش بیمارستان در بیمارستان‌های دولتی ما گزارش‌های زیادی داشتیم، خصوصا در شهرستان چابهار که در بیمارستان دولتی پذیرش نمی‌کنند یا فقط یه بار که ویزیت میشه میبینه بعد ارجاع میده این بیمار را به مطب‌های خصوصی خودشون که میدونید که در مطب‌های خصوصی بیمه هم کار نمیکنه، بیمه را قبول نمیکنن و باید همه چیز آزاد میشه. در این مورد گزارش‌های زیادی داشتیم در مورد قصورات پزشکی. اگر در این مورد گزارشی دارید برای بینندگان محترم بفرمایید، خصوصا در شهرستان چابهار. بله، یکی از بینندگان عزیز یک مورد خوبی اشاره کردند که بلوچ‌ها به هر روشی کشته میشند. حالا ما میبینیم سوخت بران رو میکشن، یا اعدام هایی که داریم، بالاترین میانگین اعدام رو در کشور داریم، یا تیراندازی بی‌ضابطه ماموران که شهروندان رو میکشن. یکی از به اصطلاح جاهایی که خیلی از شهروندان بلوچ جونشون رو از دست میدن و خیلی هم بازتاب به رسانه‌ای نداره، فوکوس نشده قضیه به اصطلاح بهداشت و درمان هست. ما در واقع ماهانه 10 ها بلکه بیشتر خیلی از شهروندان داریم که بر اثر به اصطلاح قصور پزشکی جان خود را از دست میدن. من الان اگر در مورد چابهار حرف بزنم، دقیق تر بگم، مرکز بهداشت چابهار به اصطلاح اینا دستور رسیده که معمولا هر مرگی که بر اثر خطای پزشکی هست اینا به اصطلاح به صورت طبیعی ثبت بشه. بارداری، چه کسایی که تحت جراحی به اصطلاح میمیرن به هر صورتی بهانه‌ای که به عنوان مرگ طبیعی ثبت بشه
که آمار به اصطلاح قصور پزشکی پایین بیاد. من بیمارستان چابهار رو اگر ببینیم یه بیمارستان 196 تختی است، با اینکه کسایی که از این بیمارستان استفاده میکنند دوربر 600,000 نفر هستند که تنها از این بیمارستان که باید استفاده بکنند. 3 سال پیش یک پروژه ساخت بیمارستان 500 تختی بوده که 3 سال فقط کلنگش زده شده، هنوز هیچ خبری از اون نیست. در چابهار یک مافیای پزشکی داره بازی میکنه، هیچ گونه رسیدگی هم نمیشه به این وضعیت. خیلی از بیمارانی که ما میشناسیم به اصطلاح کلینیک های بیمارستان به کلینیک های جا داده میشند. کلینیک های سلام من نمیخوام نام ببرم، کلینیک های خصوصی خیلی مشهوری در چابهار هستند، هزینه های خیلی هنگفتی دارن میگیرند. این پزشکان در واقع پزشکان خود بیمارستان هم هستند، بیمارستان امام علی چابهار هستند. بیماری که اونجا میاد به همون کلینیک خصوصی ارجاع داده میشه. اما اگر خود وضعیت بیمارستان چابهار رو ما نگاه بکنیم، مثلا در هفته گذشته به خاطر قطعی آب بیمارستان بخش دیالیز تا چند وقت کلا قطع کار نکرده. یک بخش حیاتی که خیلی از دستگاه دیالیز مشکل دارند، ولی خب به این خاطر هم دیالیزی انجام نگرفته که بعضی از در بعضی از حالات احتمال مرگ وجود داره وقتی که دیالیز نشند. خود بیمارستان از خیلی از وسایل اورژانسی بسیار کمبود وسایل اورژانسی داره. پیش اتفاقا گزارش های دست ما رسیده قطعی برق در بیمارستان اتفاق افتاده. من نمیدونم، یکش قابل درک نیست بیمارستانی با این حجم، نمیدونم ژنراتورهای به اصطلاح اورژانسیش کجا است و چجوری کار میکنن. حادی که هست در این سیستم بهداشتی قطعا تنها چابهار نیست، شهرستان‌های دیگر بلوچستان با این دست و پنجه نرم میکنند، ولی این هم یکی از روش‌های بلوچ‌ها در واقع کشته میشن و یا از بین میرن به خاطر سهلنگاری. من که فکر میکنم سهلنگاری نیست، یک برنامه‌ریزی به اصطلاح متعمدانه از طرف این ارگان‌هایی هست که این کار رو انجام میدن. برای همین ما تقریبا گزارش‌های خیلی زیادی دست ما رسیده، ولی اگر صاحبان میشون پخش بشه، مرگ و میرهایی که بر اثر قصور پزشکی بوده، خود مرکز بهداشت چابهار اونا رو به عنوان وفات طبیعی ثبت کرده و مردم داده. این جنایت ها در واقع داره انجام میگیره، کمتر رو اون فوکوس شده، کمتر رسانه‌ای شده. تنها در واقع ما یک باری وقتی کمپینی راه انداختیم، گزارش‌هایی از نیکشهر، از سرباز، از بقیه شهرها هم رسیده با این مشکل مواجه هستند. انگار جان این بیماران بلوچ هیچ گونه ارزشی نداره و کسی پیگیر این قضیه و دولت هم اهمیت بسیار ممنون نمیده. بسیار ممنون و متشکر. من سوالات زیادی یادداشت کردم ولی ظاهرا وقت برنامه رو به پایان هست و فقط میمونه جنبندی، در واقع جنبندی و پیام برنامه به زبان بلوچی. جناب آقای کدخدایی، پیام برنامه را به زبان بلوچی، ضمن این که من این سوال را هم مطرح کنم که در هفته گذشته چند نفر از دوستان گفتند که بازداشت شدن، خصوصا خانواده کسانی که عزیزشون بازداشت میشه، شما چه توصیه به این خانواده ها دارید به همراه جنبندی به زبان بلوچی در 2 دقیقه؟ ببین، کسانی که بازداشت میشن تجربه به زبان بلوچی اگر بفرمایید. کسانی که گرگ بیند، زندان بیند، رژیم شانگیری، اگه خانوادهان اقدام مکنند، یعنی حال مدهند رسانه‌ها، سپاه اطلاعات گشتر فشاریاری په خانوادهان و گشتر از زندانیان اذیت کردن. یعنی اولین کاری که خانواده تواند بکنن رسانه عمومی بکنن، یعنی بازداشت عمومی بکنن، رسانه حال بداتن، رسانه ها میدیای سوشال میدیا هستن، فیسبوک، اینستاگرام، واتساپ و جای دیگه شون در دسترس هستن. سریع باید عکسی علتی محل بازداشتیشان حق باید رسانه‌ای بکنن. رسانه‌ای کنن باز کمک کنن که زندانی کمتر شکنجه بوده، پرونده سازی مکنند، چون یکی سیاست رژیمشن که
خانوادان تحت فشار هلی پرونده سازی کردن پا زندانی. زمانی که پرونده سازیش کد، پرونده سخت محکم کد، جرم جنایت شهر کد، دیگه آموکه سخت مشکل بیتین تو کاری بکنه. بهتر که همه روش اول یه کار بسیار بکنه. ممنون، چون وقت خیلی کوتاه هست جناب آقای کدخدایی. جناب آقای میرلاشاری، شما در 1.5 دقیقه پیام برنامه را برسونید تا آقای عبدالعارف هم بتونن پیام برسونن. من سلام گوشم به تمام برات بحرانه که البته ما قبلشی من تشکر کنم تلویزیون کلمه که واقعا بهترین رسانه برای ما مردم بلوچ در حال حاضر. همین کلمه بغیر از تلویزیون کلمه دیگه رسانه‌ای بغیر از کلمه داد مردم بلوچ را به گوش کسی نرسانه. فقط کلمه که توی به حساب اخباران بلوچستان و درد بلوچستان و گرفتاریان بلوچستان پخش بکنن سرتاسر دنیا باش کنند. و واقعا این زحمت کشه ما سپاسگزاری کنه تمام کارداران و کارمندان و بنیانگذاران این تلویزیون کلمه. و یایی گذشته مردم هم فقط همین خواهش هستی که خاموش منندن. هر یک گرفتاری مسائلی برای آیم پیشید باید قدم پاد بیاین، قدم چست بکنه، قدم به جنب کارکردی ما بران تا بتونه وقتی حق حقوق به کل معرف آن چیزی که قانونیه نه غیر قانونی، آن چیزی که حق حقوق قانونی یک انسانی باید حق حقوق درک بگی. ولی اگر نه به نگو فقط گوش داره کشی ما به جای نرسیم مگه اینکه بسیار ممنون جناب آقای میرلاشری. جناب آقای عبدالعارف در 1.5 دقیقه خیلی مختصر پیام برنامه را برسونید. حقیقتی ما چه برنامه سیمای بلوچستان تشکر کنه که مواضع مهم مطرح کنه. منی هبر هم موافق با تعزیز دیگه هن که آقای خدایی و باج میرلاشاری نباید خاموش بننده. هر گونه نقض حقوق بشری که بیت خانواده‌ام باید گزارش بده. در بیمارستانان مرگ و میر که احساس کنه غیر طبیعی باید گزارش بده، ساکت منندند. خطاهای پزشکی اقوز گزارش بده. ما را از یه خرداد ماه تو که 10 نفر دستگیر بیت چه بلوچان 4 دانه چایان جنین بیت. یه مسائلان هم لطفاً گزارش بده و رسانه‌ای کنه و یه مدارکان به سازمان‌های حقوق بشری به رسانه‌ام برسینه که مسائل په در واقع شماشک مبنده. اینکه می عزیزان بلوچ یه چیزا به اصطلاح تقویت بکنن که نباید ساکت بننده، باید همیشه هر مسئله که اتفاق کپیته گزارش بدهند. بسیار ممنون و تشکر میکنم از مهمانان بزرگوار، جناب آقای عبدالعارف مدیر کمپین فعالین بلوچ، جناب آقای بهرامخان میرلاشاری فعال سیاسی مدنی بلوچ و جناب آقای محمد کدخدایی از اعضای حزب مردم بلوچستان. همچنین از شما بینندگان محترم که با ما بودید تشکر و قدردانی میکنم. وقت برنامه تمام شده. تا برنامه دیگر و سیمای بلوچستانی دیگر همه شما را به خداوند منان میسپارم. خداوند یار و نگهدارتون. Thank you.